رنج که زیجی تو کشیدم بکی گویا رنج که ماما خاله ابو بیبی اهانه گردن من گوشی یاسکینا ماما خاله به شرم زمان کجایی بابا یا چی میپلی چه کاره؟ اینه بابا چه کار شده گیلک چی میپلی؟ ایلا کجا بردی؟ ای بیافتم ای همیتی که عظیمی برکه نمی آمدم یک بار خوندن خورده چی میخوندم سبا کنه چی بید بیاد من رنج که زیجری تو کشیدم بکی گویا هم یک بار چشم بفتاد چشم گفتد بفته که این چشمونه بابا قد کنیم بابا کینه قد کنیم بابا چشم گفتد بفته کرد چشم یک بار این چشم بزی چشم گفتد بفته کرد برو گوشی این دیگه متاثرک بته خب بیافتم گوشی بابا جو با خدا نجوندم بابا میفهم کن نجونده کی گفتم بجوندی سایکو بچمه از من هر جا که بیفتی قرار برو امیدو با مرد قش کش جارزه بگو همین گوشی بیافتم از هر کس باشه از تو مثل چمه یه ارومه با کسی خود چه خرد میده برو بچمه بده از من هر جا که بیفتی همینجا قش کش که تکی پیدا شه وقت صاحب پیدا شه برو خوبه سایکو من میرم با سلام میرم با تن بیای خوب برو آها مردم گوش کشین که من چی میگم خب دقیق گوش کشین که من چی میگم گوشی آفتم بشنیدیم مردم گوش کشین که چی میگم گوشی آفتم بله لولو سلام علیکم منده نباشید و علیکم سلام بفرمایید زنده باشین سلامت باشین بفرمایید ما جخ کردم بگفتم جخ کردیم میفهم جخ کردیم خود چی مایی چی ما سنگا جخ کردیم ما دیگه برو به یک نفر نمیتونم من نوکر مردم نیم 10 دفعه بگم خب من نوکر تو بیدم که تو جخ کردیم بیام آدم برای جلسه که تو من یک دفعه به هر نفر به هر نیم ساعتی یک دفعه جغ میکنم هر کس آگاهی چیزی داشته باشه مشکل نداره میایم مثلا من میگم اما تو خبرکشی ما ترکش پول مالون خب ما جخ کردی حالی من بیام آدم هم چی مثلی که جخ کردی تو محصرات رو جخ کردم بابا هنوز سر دنیا وقتی چون بیام آدم که تو چی کار داشتی حالی میام میگی من به هر نیم ساعت یک دفعه میگم چی میگی؟ چی مثلی بگی؟ تو برو نوبت تو خلاص شده برو تو کجا هستی لالا؟ من یک نیم غلب پینتر تو به اینجا چی مرگ ما خب من از اینجا تیر میشدم یک مسئله شده بده من جخ کردم کسی خب من بگو من از این دیو از این قلایون ما بگم پیار تو مایه بوم موره 60 سال بعد 60 سال بعد برو لالا برو دیگه خور تیر کو خودی کله گنده تو حالی با خدا این دفعه جخ کردی تو رو میجگاه به زیر میکنم مردم گوش کشیم گوشی آفتم با چربی آمدی مردم گوشی آفتم لالا جو برارم عزیز من دروغ جخ نکن با میای من گپ خون نمیگی خود چی به یعنی من بیام آدم با جخ کردی و گبزی
با کل دور میشی چک میکنه به پیش میای با گپ نمیزنه لار میشه تو خدا یا تو مردم گوش کسی با گوشی آفتم آها مردم مردم بله بله آه میگه کی؟ نوبت شما خلاص بله برش کرد نوبت شما خلاص چی مستیم بگیم کار دیشتیم نوبت شما خلاص شد برو از چی نوبت ما خلاص شد؟ همه که جخ کردم چی میگفتین که جفت کردین؟ دور باشه یا نباشه حالا شما چی میگفتین؟ بله چی میگفتین؟ خب ما برای مثلا که شما ای چیه؟ دست نزی یا برک سکلی برکسکه چی میگفتی؟ سعی که برای من جخ کردم منطقه نوبته که شما داشتین گفته چلیم رو سر کنم غیلون بکشم اگر بدیدی به وزن بیدک بستو و قصیر نشو که به وزنه آنه شاهدم که بیدی تو حالا چی مستی کار داشتی ما در خدمتیم گپی چی داشتی بگو انا گوش کرد مردم گوش کسی که من چی میگو چی میگی؟ برارم ای مردم ای و مردم چی میگی؟ و مردم مردم میگن خیرات عمومیه یلا کلاله ما برم تو بیکاری من چی به تو میگم تو اگه با خود میگی جیغ میکشی کار داری مردم که جیغ میکشی مردم از کار غریبه میندازی فروشیه نه فروشی نه لالا یا از تو نه نه خود نیه چرا بگی چی کردی تو یعنی میگم اگه هم مثلا چه شده اصلا تو از کجا هستی برارم ای یک نیم غلپه اینتر یک نیم غلپه اینتر باش یک گپ میگم بدل تو بعد نخوره به سمت مرض داری تو چی؟ مرض؟ یعنی مرض به زی خاطر میگم یعنی گاهی وقت طول میگیره کی طول میگیره؟ مرض یعنی میگم مرض داری یا گاهی وقت طول میگیره مرض ما برای جاق میگم من تو صدا کردم خب من صدا کردی میگه مردم خب هم هستم دیگه تو مردمی؟ نه پس کینم من مرتکک یاره تیر میشی حالا گپ چیز داری بگو کنه داری برو بخیر مردم بجی که ما برو تو وقت آدم میگیری برو برات کار غلیظ خودم برو این دیگه اشفا میشه نمیخوام ایرم لوسته چی جمعه خیلی نفر کی نی؟ لالو تو بیا چی میی؟ و جغ میکنی میگه مردم ها چی میی؟ تو مردمی؟ پس مکینو تو یک دفعه بیا که چی میی؟ چی گپ داری خیلی قدار داری به تا منطقه؟ تو بیا یک دفعه خب برارم من خود جغ میکنم من به شما چی کردم بیام اینجا بیام شما بیاین مردم گوشی آفتم خوبه یک دقیقه بیا لالا که چی میگی؟ بشه میگی خب حالا گپ خور بزن تو جغ میکنی او مردم با چوب میکنی چی میی مردم؟ حالا اگه تو میگی جغ میکشی مردم هم به در میشن میگم یا از خیرات میراتیه یا کسماس کمک چیزی آورده چی گپ که ما بفهم براره خوب بگم تو بگو خیرات عمومی خب ها دیگه یک وقتی به دورون قدیم که کسی اگه مثلا خیرات دیش یا کمک دیش جارچین دیش به در میشد قیق میکشید به تا منطقه میگفت اگه مردم بیاین که خدمت قرآن یا خیرات عمومی چی مردم میرن حالا کم که تو قیق میکشی چی گپ که من نمیفهمم میگه ها مردم ولی چوبی بگو که من بفهم برارمه یار مگو برو قیق کش جارچین کن خب یعنی چه کار شده چی؟ یعنی جارچین شد چه کار شده من یادگیری جارچینی یا دیگه گپیه خاطر گفته به تو حرومه چی حرومه برارم پیار من گفته برو قیق کش متجه کن چی حرومه همون که بگفتم به پیار خود گو به تو حرومه خداحافظ برارم برارم گپ تو بابا پیار مگو برو به هر جا که بیدک به من جیجه کو جال زن قیق کش بگو که به تو حرومه نه تو به گپ نمیفهمی تو کجا هستی لالو کی؟ تو من یک نیم غلپه اینتر
خب بکنیم خاله پینتر و خاله ما چی کار میکنی؟ خب بابا گفت برو جارزی بگو که بو به تو حرومه. چی جارزه؟ چی جارزه مثلا برو جارزه یعنی کوی قیق میگی چی میگی من؟ میگم گو به تو حرومه. چی حرومه؟ همون دیگه چی فرق میکنه؟ حالا مگر تو لالا بفهمی. خب ها دیگه تو به قیق میگی که ما بفهم که تو چی میگی؟ گپا گفتی که ما بفهمیم آخه. نه انشالله هر وقت خیرات عمومی شد با میام جق میکنه شما. خب پس تا معلوم میشه تو جق میکنی که یعنی کوی کاسبی یاد گیری. اما تو معلوم. بیار تو است همون گفت که تو برو قیق کرد. این کاسبی یاد گیری. بله آفرین. قرار از این نماز به تو کلاه نمیشه برو دیگه کسب بگیری کسب نیه که در تو بخوره. تشکر. برو بخیر بری. خدا این ریزی تو حواله نکنه جای برو که ریزی تو حواله باشه. بابا جان برفتم بابا به می جایی که بیافته بیدم. خب هر چی جخ کردم هر چی غیخ کشیدم هر چی مردم گفتم انا برادر که شما دارم هیچ کی اصلا مرغی هم پیدا نشد. هیچ کی نبود؟ نه هیچ کی نبود. کسی هم به جلو من نخود کسی هم ندیدم. جخ کردم گلوم پاره شو بابا کنه شلش هیچ. یعنی هیچ کس از انصارا و از باغچه ها و باغای چی هیچ کس به در نشد؟ نه گردنم بند باشه بابا اگه لنگم یکی دیده باشه. ایت نو چجو دم چاش بیله چاش لغلغ مردم نونه که بخوره خو میشه. با میفهمش دقیق میکشیدم. مردم گوش کشین که من چی میگو؟ گوشی افتم. همین دقیق میکشید؟ بابا کنین شلش شهید شدم بابا. خب ساعت گردی گوشی وانه میشه بده که به تو قایم کنم. اگه با کس من سراخ کرد میدون دست اینو. باش سر شما کدوم مسیر وا میشه بزی گوشی. خب من میفهم میبرم قایم میکنم. بفهمیدی؟ اگه کس من با سراخ کرد میدون دست میدون. خب او دم چاش بده که تو قیق کشیدن هم مردم خیلی بوده نمیفهمیدن. خب از این غله ما کنه بید بابا. و همون غله کرفتی بودی دیگه. دیگه. اینه. خب برو بسر برو که من میرم مسجد میرم برو. خوبه.